دیپلم. به نام خدا اردوان سیاه، سال سوم تجربه. به نام خدا امیرهوشنگ شهابی، دانشجو دانشگاه آزاد. خیلی یواش حرف میزنی، هنوز که نباختی که. خدا بلندتر. به نام خدا امیرهوشنگ شهابی، دانشجو دانشگاه آزاد. به نام خدا علی افخمی، دیپلم. خب طبق معمول این مسابقه 3 مرحله پی در پی داره که شروع می‌کنیم از نفر اول سوالات مرحله اول رو. ابتدا دوستان بفرمان مرکز استان‌هایی رو که نام میبرم کدوم شهره؟ آقای پولادی، استان سیستان و بلوچستان. زابل. زابل نه. زاهدان. خب زاهدان گفتن ایشون شنیدن. خواهش میکنم شما نگید. زاهدانه. بله. استان آذربایجان شرقی آقای حسینی. تبریز. بله. استان هرمزگان آقای سعید. بندر عباس. بله. استان ایلام. کردستان. اصلا خود استان کردستان خودش مرکز استان ایلام. نه استان ایلام مرکزش همون ایلامه، شهرستان ایلام. استان لرستان خرم‌آباد. بله. خب بفرمایید این افرادی رو که نام میبرم در چه زمینه‌ای کار کردن و مشهورن؟ آقای پولادی، خواجوی کرمانی. شاعره. بله. هم عصر حافظ بودن. میرزا محمد تقی‌خان امیرکبیر. ادبیات. شما تلویزیون نگاه میکنید؟ سریال امیرکبیر رو ندیدین؟ چند بار تلویزیون پخش کرده؟ اصلا یادآوری هم نشد براتون؟ نه؟ کی میدونه؟ بفرمایید. بله، وزیر لایق و دلسوز ناصرالدین شاه بوده که دستور قتلش رو هم خود ناصرالدین شاه صادر میکنه. علامه طباطبایی. عالم بر چی؟ عالم بر بله، مفسر قرآن بودن. بله. میرزا رضای کلهر آقای شهابی. بلندتر بگید. خطاط دوره خیر قاجار، مشهورترین خوشنویس دوره قاجاری است. شما آقای افخمی نیمایوشی. شعر نو. اجازه بدید. شعر نو. ایشون خود زودتر از ما گفت شعر نو. شاعر نیمایوشی اصلا شعر نو بوده منظورش. شاعر نو پرداز. چه زمینه کار میکنه؟ گفتم شعر نو. باریکلا. از حالا بازم. حالا هر کدوم از دوستان بفرمایند مفهوم و کاربرد این مثل‌ها و کنایه‌ها که در زبان شیرین فارسی رایجه چیه؟ آقای پولادی، وقتی میگن فلانی مثل ماهی تو ماهیتابه است یعنی چی؟ یعنی سرگردونه. سرگردونه؟ سرگردون. نه ولی بیشتر یعنی ماهی چی میشه تو ماهیتابه؟ میسوزه. جرز و ورز میکنه. یعنی یک چیز بیقرار و ناشکیبا. بعد سرگردون. نه سرگردون و ناشکیبا خیلی بالاخره یه راه پیدا می‌کنه. خب آقای حسینی، وقتی میگن فلانی مثل مار زخم خورده است یعنی چی؟ یعنی اینکه به اصطلاح چیز دیگه بهش نگین که به اصطلاح عصبانی میشه و نرمون میشه. چیز دیگه بهش نگین که عصبانیه. خب عصبانی که هست. منظورشون رو درست نگفتن. وقتی یه ماری زخم خورده خیلی خطرناکه دیگه، نباید نزدیکش رفت. چیز دیگه بهش نگین. یعنی از ناراحتی و کینه و زخمی که بهش رسیده در پیچ و تابه. درسته؟ خب آقای سیاه، شما بفرمایید که وقتی میگن گربه رو از هر دست که بندازی با پا به زمین میاد یعنی چی؟ یعنی این کنایه بر کسیه که هر کاری باشه، یعنی هر عملی روش انجام بدن باز همون عمل. نه این مفهوم رو نمیده. کی میدونه؟ منور؟ نه یعنی اون آدم زیرکه. بله، با زیرکی کارشو انجام میده. از هر جا با هر کاری دلش کنی باز با دست پا میاد زمین. یعنی زیرکه. ولی این درست گفته گو حجی که او را متاسفانه از این 3 نفر شرکت کننده محترم ما هنوز هیچ کدوم به موردشون درست اشاره نکردن. آقای شهابی، وقتی میگن فلانی عین کنیز حاج باقره یعنی چی؟ اجازه بدین میپرسم ازت. اجازه.
اصلا شنیدی شما تا حالا این ضرب المثل رو؟ شنیدی؟ در چه مواقع اون رو نگاه نکنی. در چه مواقعی میگن این ضرب المثل رو؟ کسی که به اصطلاح کنیز بوده. یعنی چی؟ کسی که قرقروه میگن اینو کنیز قرقرو بوده. بله کسی که قرقروه میگن اینو کنیز حاج باقر. یه جلوه. خب آقا افغانی شما آشنایید به ضرب المثل ها؟ اینا همه ضرب المثل های معروفیه و الان تمام ما که از اینا پاشتیم همه رو این میدونست. همه رو خودش الان میدونه. خب این خیلی آسونه حتما میدونی. میگن فلانی اینه کپک سرشو زیر برف کرده. این یعنی چی؟ یعنی خودشو از اوضاع و احوال اطرافش بدون نگه داشته. نه اصلا این معنی اصلا این معنی نمیده. اجازه بدی خودشون توضیح بدن. که ترسیده. نه اصلا بفرمایید. بله سر فکر میکنی کسی عیبشو نمیبینه. مفهومش اینه. خب آقایون شما تا اینجا بازنده هستید، حالا بازم ادامه. اجازه بدید ببینیم که کدومی که از دوستان به مرحله دوم راه پیدا میکنه. چرا؟ از این 3 امتیاز فقط آقای افغانی 2 امتیاز آورده، بقیه همه 1 امتیازی هست. اجازه بدیم که البته آقای شعبی که اصلا امتیاز نداره. خیلی متشکر از بقیه. اونم خودش جایزه داره. مرحله دوم رو با آقای افغانی ادامه میدیم، از بقیه هم متشکریم. بفرمایید بشینید. امتیاز لازم نه. دست نباسه بازنده که دست نمیزنه. یه ریزه فقط بره میلرزه نراحتی دیگه. آقای افغانی رابطتون با سینما به من دارم از میگه حقیقتش اینه که واقعا دارم میلرزه. من میدونم من دستم سرش میلرزه. میخوای بردارم دستمو؟ نه چه بینشون بیا برداشتم ولی بازم داری میلرزه. آقای افغانی شما رابطتون با سینما چطوره؟ تو حدی اطلاعاتی دارم. داریم پس این الان هم یه بلیط داره اینجا بره میرسیم. به مرحله سوم ما راه پیدا خواهید کرد. نه سوالها بسیار آسون هست. سینمای ایران دوستان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دچار تحول و دگرگونی بسیاری شده. در واقع فضای فرهنگی بعد از بهمن 57 زمینه رشد افکار سالم و پویای فیلمسازان متحد ما شده. حالا من نام یک فیلم رو میبرم، شما بفرمایید که فیلمسازش کی بوده. باشو غریبه کوچک. حداقل 50 بار تلویزیون خودم 2 بار دیدمش. آگهی. خودش هم میگه من 2 بار دیدمش، اما دیر رفته سالن اسما رد شد. اجازه بدید من یادشون بیاد. الان ایشون حال کردن. اجازه بدید یادش میاد بذاری همه این دستان که میبینی نصفشون نمیدونن. حالا کی دستا رو بلند کرد؟ نه خب باشو یک مشتی زد تو پهلوی من گفت چرا به خودت نزدی این مشت؟ اجازه بدید. باشو غریبه کوچک همونطور که دوستان حاضر در استودیو اشاره کردن از بهرام بیضایی هست که اخیراً موفقیت‌های چشمگیر جهانی هم به دست آورده. خب 2 مورد دیگه میپرسم، اگر به اون 2 مورد صحیح اشاره کردین به مرحله سوم راه پیدا میکنید. فیلم دندان مار. مسعود کیمیایی؟ نه دیگه نمیپذیرم. فیلم بایسیکل ران. نه دیگه بلد بودی گفتی تا حالا. خب خیلی متشکرم. متاسفانه این مسابقه ما برنده نداشت. بفرمایید خواهش میکنم. آب و هوای رشت چطوره؟ 6 ماه از سال که بارندگیست. خب 6 ماه دیگه چی؟ آقا یک بارانی میه. بارانی میه. سرکار ایشون کیف منو دزدیده نمیره. چقدر پول توش داشتی؟ نمیدونم چون تازه دزدیده بودمش. آقا 1 کیلو شیر گاو بدین. ظرفت کوچیکه 1 کیلو شیر گاو جا نمیگیره. پس 1 کیلو شیر گوسفند بدین. چرا گریه میکنی؟ لیز خوردم.
چیزایی که خوردی دیگه از ناهار خبری بفرمایید سوار شید. من که تاکسی نخواستم. شما انگشتتون رو تکون دادی؟ ای بابا تو این مملکت ورزش هم نمیشه. ببخشید آقا، شما چه کارید؟ بدهکار. آقا ببخشید شما ناخن داری؟ بله. لطفاً پشت منو بخارونید. داری ماهی میگیری؟ نه دارم ماهی میگیرم. آها من خیال کردم داری ماهی میگیری. فرد جون، وقت داری جمعه نهار بیای خونه ما؟ ببینم چه اشخاصی دعوت دارن. اشخاص مهم مقابلی نیستن، چند تا از رفقا من و تو. آقا جان گفتم این سگ مال من نیست. مال شماست. داره دنبال شما میاد. این که دلیل نمیشه. شما هم دارین دنبال من میاد. رفیق چه ناراحتی؟ زنم قسم خورد 40 روز با من حرف نزنه. خب تو که باید از این موضوع خوشحال باشی. متاسفانه امروز 40 روزش تموم میشه. ببینم آقا این بچه رو چند میفروشه؟ بچه که فروشی نیست آقا. اگر فروشینی چی را گذاشتی ترازو داره میکشی. آقا ببخشید فول این تلگراف چقدر میشه؟ کلمه 1 تومن. اون وقت امضا چی؟ امضا هر چی باشه 1 کلمه حساب میشه. خیلی خوب خیالم راحت شد. بذار بنویسم این از اینو. بفرما این تلگراف متنشه، اینم 2 تومن پولش. این که بیشتر از 2 کلمه است. نه دیگه این 1 کلمه قربانت. امضا عمویت درس و دلوار که فردا شب با پرواز 212 نمیرون صوفش بکنن. هر شب خدا تو تاریکی با کلا شیرجه میرم توی جالاجوله، از یک جا ناقص میام بیرون. آخ بام، کوچه را برای گاز کندن، خیابون را برای برق کندن، میدون را برای آب کندن، بازار را برای آخ دنده هم. آی بوز
خودم خوردم زمین هیداد بیدار. هر روز کنده گردد هر جا که گشته سیمون، سالم نمون 10 جایی در کوچه های تهران. گردد پر از نخاله هر جا که گشته ویران، در عمق و گودی اون موشان نهند کوله. هم کوچه هم خیابون گشته است چوله چوله، از بحر گوز و برق و از بحر آب لوله. وای نه از کندن معابر مردم کشند آزار، جایی نماند از سالم حتی میان بازار. یک بار بر به چاله لغزید و شد نگونسار، آمد برون زحمت با پشتی و با کوله. هم کوچه هم خیابون گشت از چاله چوله، از بحر گوز و برق و از بحر آب لوله. آی وای یک نیست بدال من برسه، 100 دفعه کنده گشته این کوچه های باریک، با خرج اهل کوچه گردیده هی موزاییک. اسباب درد سر هست گردد هوا چو تاریک، روی زمین ویران شد دیشب عمل کتوله. هم کوچه هم خیابون گشت از چوله چوله، از بحر گوز و برق و از بحر آب لوله. آرنج هم برگو به سازمان ها جان آزگول بنده، کار شما به تهران الحق داره کنده. گردد معابر شهر هر روز از چه کنده، ناصافی زمین هاش مال من ملوله. هم کوچه هم خیابون گشته از چوله چوله، از بحر گوز و برق و از بحر آب لوله. هم کوچه هم خیابون گشته از چوله چوله، از بحر گوز و برق و از بحر آب لوله. این دفعه دیگه ستون فقیر فقرات هم شکست. نمایش از قبل از اینکه نمایش شروع بشه خواستم ببینم که از دوستان حاضر کدومشون با این مشکل مواجه بودن. بله آقا شما بفرمایید جلو. بله بفرمایید جلو. همین وقت بچه مسابقه نمایشی هفته. یا الله ما وارد شدیم. همسر عزیزم سلام عرض میکنم. جلو نیا وایسا، حالم خوب نیست. حالت خوب نیست؟ الهی که من پیشمرگت شم، چرا حالت خوب نیست؟ میگه چت شدی؟ من چند وقت دیگه صاحب یه بچه میشم. ها جونی من یا الله یه بچه جون، خیلی خوشحال شدم. باجم چی میکنی؟ دلم خود از خوشحالی گریه کنم. تمام کارات غیر آدمیزاده. اشتباه میکنه عزیزم. از این خبری مسرت آمیزی گریه پخش کنه دی حال شدم. حالا بگو ببینم وظیفه یه پدر در اینجور مواقع چی هست؟ والا چی بگم، همون وظیفه‌ای که همه پدرها دارن خب تو هم داری. آخه ببین همسر عزیزم، من دفعه اولم است که بابا میشم. خب مگه من دفعه 10 پس بهتره سیز یکی بپرسی. میخوای برم از آمیز باقری بقال سری کوچه بپرسم؟ چه کسی بهتر از مادرم؟ حالا پاشو اون مایتابه رو بذار رو گاز. که چکار کنی؟ میخوام تخم هندونه بو بدم. تخم هندونه بو بده؟ بیکاره عزیزم. آخه بیار کردم تو. خب میگه جلالت مردیست. الان میپرم برات از آجیلیه سر کوچه 1 کیلو تخم ژاپنی میسونم. ببخشین ژاپنی خوب نیست، چشمه چمون تنگ میشه. 1 کیلو تخم جوانان میسونم. بیای بشینی تلق پلق بهش که دیگه قیدت کنی. چی میگی؟ الان میسونم. صبر کن، چی داری میگی؟ من میخوام خودم تخمه رو بو بدم، از بوش خوشم میاد. ای؟ آها جون منه. بوش دوستی داری؟ میدم باشه. میگم مایتابه کجا؟ وای تو رو خدا اسمشو نبر.
اسم چیه نبرم؟ همون تابه رو دیگه. آخه حوث ماهی میکنم. بابا دست بردار. خوب شد نگفتیم قربونی چشا بادومی به چمون چه بره. اسمشو آوردی؟ حوث بادوم کردم. عجب مصیبتیه سا. ببینم این نون برنجی از همسر عزیزم داری میخوری؟ نون برنجی کجا بود؟ اینا روشور همومه بیار کردم. به حقی چیزایی نشنیده. حالا ما به هم زدی. آخه کسی هم سفیدآب رو شور میخوره؟ نخور زن، نخور سفیدآب، ضرر دارد برات، نخور. چه ضرری داری؟ یه وقت دیدی رو سلولای ژنتیکی به چمون اثر گذاشت. میترسم فردا بیاری سنگی پا قزوینی. سنگی پا که خوردنی نیست. خب نیست که حالا روشور سفیدآب خوردنیه. شنیده بودیم زنای حامله گل میخورن، اما دیگه نشنیده بودیم که روشور. گفتی گل؟ حوث کاگل کردم. یا للعجب. حالا بیا با درستش کن. من کاگل از کجا بیارم؟ نه خیر، امروز خانم با این بیارشون جیگری ما رو دارن در میارن. جیگر؟ آره. بپر سر کوچه چند تا سیخ جیگر بگیر و بیا. یا الله خدایا خودت رحم کن، ما هر غلطی میکنیم این میخواد. چشم، اونایی که قابلی خوردن است نوکر دم هستم برات میخرم، ولی بگو ببینم نهار چیزی داریم؟ من چون ویار دارم بوی غذا حالمو به هم میزنه. به مامانم گفتم برامون لوبیا پلو درست کرده و فرستاده. بازم مردا بیشینن بگن مادر زن بد است. دستش درد نکنه. آفرین. حوث خورمالو کردم. خورمالو؟ آخه من تو این فصل از کجا برم خورمالو بیارم؟ میگم که همسری بیار دارم. بله. میشه یخته به منی گردش کسه تخفیف بده به جا خورمالو آلبالو بخوری؟ به خدا آلبالو هم لو داره دا تشم لو ختم میشه. چی داری میگی مرد؟ تو که ویار نکردی بفهمی من چی میگم. راست میگوی، من اصلش از اون اولش هم نفهم به دنیا اومد. وای باش یا ابوالفضل اقرار بده. یا لنگربه رو پیشش کن بره. نمیدونم چرا چند روز نسبت به این حیوان آلرژی پیدا کردم. چی الرژی؟ اینم یه جور بیاره دیگه. یالا پیشش کن بره. آخه این دیگه چه جور بیاری است که به گربه زبون بسته پیله میکنی؟ برو گم شو گربه پدرسک. ببخشید گربه پدر گربه. یه خانم بیارش اوت میکنه میخورده بانمه تا بینه گربه پیشته. گوش کن اون نونو بده ببینم. میخوام نونو ترشی بخورم. به کیسه؟ ببین چند تا شیشه ترشی ردیف کرده. آره از صبح تا 4 تا شیشه‌شو خوردم. برکلا شیشه‌شو خورده یا ترشیاشو خانم؟ آبه میترسم یه وقت ترشی زیادی بخوری یا ضعف بیاری. نه بابا ضعف چی؟ میگم محسن تو بو رو حس میکنی؟ آره انگار خونه همسادا دارن سیر داغ میکنن. به به چه عطری داره. بله خانم سیر عطر داره. به حقی چیزایی نشنیده. خب اسم الله تا حالا گل ریحون عطر داشت. خب حالا سیرم به جمعشون اضافه شد طوری نیست. میگم چقون دل شلقم چی اونا هم عطر دارن. یالا برو بهشون بگو یه بشقابم به ما بدن. چی میگوی زن؟ میگه پلو خورش دست که یه بشقاب بدن. سیر داغا یخته درست میکنن برای عطر و گوش میریزن رو غذا. ببینم دلت میخواد بچه‌مون چشاش چپ بشه. یا عجب چیزایی میگوی. چه ربطی به چپی به چه من و تو خیلی هم ربط داری. چرا مادر موقع حاملگی هر چی بیار میکنه باید براش تهیه کنن و الا بچه‌ش یه طوری میشه. خانم تو رو به اون جد آباده یه بیارایی بکن که ما از پسش بر بیای. با هم حرف نزن حالم داره به هم میخوره. دستی ننم درد نکنه با این عروس آوردنش. حالا دیگه ما حرف بزنیم شما حالتون به هم میخوره. آره یه خورده گل رس خالص پیدا کن بگیر زیر دماغ. زود باش. گلی رس که تقلبی یا غیر خالص و ناخالص داری. زود باش. آخه چه بوی خوبی میاد. انگار دارن غیر آب میکنه. همسادمون داره پشتبونش غیر گونی میکنه. ببین به این میگوی بوی خوب. آره ببین تو رو خدا بدو یه خورده ازشون غیر بگیر و بیار. حالمو خوب میکنه ها. پناه بر خدا بیاری غیر و گونی دیگه نشنیده بودی. ببینم میری یا نه؟ آخه میگوی برم یه لقمه غیر گدای کنم و برات بیارم و برم بگم برات بیار میخوام.
ببین به من اصلا ربطی نداره اگه بچت کچلی بگیره ها، خودت مسئول. باشه چشم، الهی قربونی به چم برم، چشمم کور، هر کاری بگویی میکنم. چه به چم کاکول زریشت، چه تلشت. ببین اول از همه اون مبلا رو وردار که از مدلشون حالا به هم بخوره. چشم عزیزم، مدل جدیدتر میخواین دیگه؟ بله بعدش هم بشین این بلوز کامبا رو واکن. وای بابا من تو این گرما دارم آلوچه خشکه میشم، تو میخوای کامبا ببافی؟ نه بابا میخوام باهاش ماکارونی درست کنم. ماکارونی؟ آره با کامبا؟ یالان عجب خودت به کار یاد من برس. عوض کردم. پس خبر نداری که با برگ چنار دلمه درست کردم. حالا به هم خوب. ای بی سلیقه. ببینم چرا کفشات پشتت قایم کردی؟ یخه میترسم با کفشا من یهو بخوای کتلت درست یخ کنی بی مزه. ای وای حوث یخ با نون بربری کردم. نمیدونی زیر دندون چه قروچی میکنه. آخه خانوم نمیشه شما مثل سایرین بیار کنی، دارم بیونه میشم. بهت که گفتم من اینطوری دارم میخواد. چی شده؟ چرا چشات چپ شده؟ چرا دهنت کج شده؟ انگار نسبت به کامبا و مبل و یخ و سیر و مبل و مایتابه و نون بربری و سفیداب و روشور حساسیت پیدا کرد. انگار بیار خورشت خیار سبز گرفتم. به حق چیزایی نشنیده؟ خورش خیار سبز دیگه نشنیده بودی؟ یا خورشت خیار سبز درست میکنی یا من همینطوری چپ و کت و مورج میمونم. خیلی خوب برات درست میکنم. اینطوری خیلی وحشتناک شدی. یادت باشه تو بقلی قصابم با یه سلاتی لنگ عروسی بزنی با سس قورباغه فوزول. یا آخه سالاد لنگ عروسی رو با سس قورباغه اونم فوزول چطوری درست میکنی؟ صحبت اضافه نکن که دارم یواش دیوونه میشم. من دیوونه میشم در این زمونه، منم دیونه بیار داره زنم قاطی شده مخم دیونه. خیلی خوب باشه الان یه فکری برات میکنم. دسر برام مربا چشمی آبو با مغزی آهو درست. تو منو دست انداختی؟ این دریوریا چیه سر هم کردی؟ چی تو شد نوبت که به ما رسید دریوری شو؟ خیلی خوب اگه دعوا سر ویار کردن منه باشه، من دیگه ویار نمی کنم، به شرط که تو هم دیگه از این ادا اطوارا از خودت در نیاری. باریکلا حالا شدی دختری آدمی زاد، باور کن دختری جنم از این ویارا نمی کرد که تو می کردی. حالا پاشو بینم، پاشو نهاره برده بیار چه ترم از گشنگی از میون میرم. باشه ولی آخه دیگه چی؟ آخه این غذایی که مادرم آورده ها تو نمیتونی بخوری. چرا میگه من چه دردیمه؟ هیچی، ولی من چون هوس گلگیوه کرده بودم توش یه کمی گلگیوه ریختم. وای خدا مردم از دستی بیار، مردم از دستی دریوری. خدایا یکی به داد منی بدبخت برسه. خب نمایش ویار رو شنیدید. اشتباه عمدی اون رو اگر پیدا کردید چی شد؟ تونستی طلب منو وصول کنی؟ من صاحب زر رفتم در مغازه یه هایی اومده تا اومد در مغازه رو واکنه یخش چسبیدم گفتم پول آقا کمال امروز باعث بده. خب بعدش؟ هیچی اما که باعث پول بده اون که نهرم. بالاخره چی؟ اما که کی پول میده اون که هر وقت داشتم. نگفتی چکشو اجرا میذاره؟ اما که چکت اجرا میذاره اون که بذاره. میخواستی یه جوری بترسونیش؟ یه هایی یه نوشابه کرد اما که نمیخورم اون که باز بخورم. اما که ترش میکنم اون که عیبی نداره. اما که این حرفا رو بذار کنار اون که نمیذارم. اما که میکشیمت اون که نمیتونیم. اما که مغازت میریزم به هم اون که شکایت میکنم. اما که سگ کی باشی اون که خودتی. میخواستی
وایستی اونجا مشتری چیزی اومد پول ازش میگیری. آقا کمال نیا کن، ما بایستادیم، اما که نیا کن اون که هیچی، اما که بایستا اون که بل معتله، اما که بازم بایستا و نیا کن اون که دریقه یه مشتری. نگفتی یه استره پول پیشتو و داری بدخولی میکنی؟ آقا کمال نیا کن، اما که خیلی بدخولی اون که به تا چه خواستی بهش بگی من ازش شکایت میکنم خیلی عصبانیم. نیا کن آقا جمال نیا بهش گفتیم اما که آقا کمال خیلی عصبانیه اون که خب باشه. نخه تو عرضه نداری؟ بله اما که بیارزگی اونم که زرنگی. بابا خیلی چی شد؟ هیچی میخواستی چی بشه؟ یه روز میانیش کردیم و اما که خداحافظ اون که به سلامت. ولی که اینطوره منم که خداحافظ اصلا که هری به سلامت. آقا جماله نیا کن اما که مرسی قربون شما اون که بیا پیش خودم کار کن.